قرار داریم در صفحه درم صحبت من هستند سراینده محبوب عزت شریفی. سلام علیکم. سلام علیکم. شامتون بخیر و شادی باشد. شامتون بخیر و شادی باشد. ما امروز یک استراحت بسیار زیبایی کردیم در برابر اونی که هنرمندی کردیم. بله. یک طبیعت بسیار زیبا، یک بله. جای بسیار بهشت‌آسای است. صفحه دره عزیزی ما که امروز ما اینجا بودیم و دیدیم مهمانای زیادی خارجی که با اونها هم صحبت شدیم و از زیبایی و نکهت اینجا برای ما سخن‌های خوب می‌کردن و من راستی گفت باز خبت گوش گرفتم. بله، الهامی تازه گرفتیم. خب من میدونم که شما در تابستون بوده در صفحه دره، در زمستون بودید ولی در شب زمستون نبودید در صفحه دره. در سال 2020 اولین برآمدتون رو کردید در صفحه دره. چگونه بود احساسات؟ چه فرقیتی داشت از سال 2019؟ باور کنید بدونید چی احساسات داشت. مردم باز صمیمی‌تر بودن. بله. ما خود صمیمی بودیم چون که من امروز با همراهی اهل و عائله‌ام اومدم. بله. خوشبختانه و ما امروز درک کردیم، احساس کردیم فرزندان نظاره میکنن در اینجا. نظاره کردیم هنگام ضبطی ما و من بدونید امروز در مردم در چهره‌های مردم باز چی رو احساس کردم. یعنی که باز هم با همدیگر نزدیک شدن و خیلی گفتم باز صمیمی‌تر بودن. بله. و از اون که امروز با این استراحتگاه مهمانان زیاد تشریف آوردن از این باز من راستی گپ بولیده خاطر تر شدم چون که تاجیکستان عزیز ما رو چون سالی سیاحی و هنرهای مردمی است باز زیادتر در مقیاس عمومی جهانی خواهند شناخت. باید که معرفی کرد. خیلی خوب. خب اکو عزت سرودهای مثلا یک سالی اخیرتون در 5-6 ماه یک سرود است ولی سرودهای بسیار هم دلچسب، بسیار هم صمیمی، بسیار هم متن‌های بالا دارد. چی شما رو وادار کرد که همین بیشتر دقت دهید به متن‌های بسیار بالا؟ میدونید سرور معظم ما در هر برآمد خود تاکید می‌کند که ما باید اشعار بزرگان رو بسیار آموزیم و باور کنید از اون که من مطالعه میکنم هم آثار شاعران معاصری ما هم آثار شاعران کلاسیکی که امروز ما مطالعه میکنیم و از برداشت کردن اون معنی و حسن تراوتی که در شعر زیبای تاجیکی است من فکر میکنم که با هر یک شنونده و هر یک شخصی که ایجادکار است دست به ایجادیات میزند باور کنید یک روح الهام تازه میبخشد. اکثر شعرهایی که ما مطالعه میکنیم ببینید اگر اهمیت داده باشیم الکی آهنگ‌های آنها تیار هستند یعنی که شعر خوب یعنی که آهنگ خوب رو تولید میکند. بعضا شعری است که آهنگی رو تولید میکند که خود ما چشم انتظارش رو نداشتیم و همین خاطر من میخواستم که باز در این سال باز از اشعار کلاسیکانی خود برای مردم تاجیکستانی عزیز آهنگ‌های تازه ایجاد کنم و پیشنهاد شنونده. در آخر کوتاه درباره خب نقطه نظر شما خب تمنیات شما و خب هیئت کارمندان صفحه دره و همچنین هیئت کارمندان ایجادی و تکنیکی سروش میدیا. باور کنید از روزی که ما رو تکلیف کردن در اینجا من یک جهان خرسندی با احساسات گرفتار شدم یعنی که خرسند شدم ما رو تکلیف کردن و گفتن که شما برای ثبت برنامه دعوت میشید. باور کنید بسیار خرسند شدم چون که من سروش میوزیک رو ما از دیر باز میدونم میشناسم و بسیار میانه‌داری خود را با همه کارمندان و اون شخصانی که در این دهه زیبا منظر صفحه دره زحمت میکشند تا که ما بیایم استراحت کنیم و مردم بسیار با استراحت فرا گرفته شده باشند میانه‌داری خود را بیان میکنم برای همشان تن صحت سلامتی عمری بردوام و میخواهم که مثل تاجیکستانی عزیز ما که شکفته شده است این هم کمپانی سروش میوزیک و هم صفحه دره عزیز ما که پر از مهمان است ببینید خیلی چهره‌های زیبا هستند میخواهم که در اینجا بسیارتر مهمانا بیان استراحت کنن و زندگی خود را زیبا و حسن دیار ما را معطر زیبا کرده باشند. تشکر زیاد به شما نیز برای ایجاد سرودهای بسیار هم بالا دلچسب موفقیت میخواهیم و دوستان عزیز هم صحبت من بودند عزت شریفی سال 2020 مبارک باشد. دوستان عزیز گفتیم که مهمون نوبتی ما هستند یک نفر سراینده محبوب و خوش‌آواز اینم باشد عزت شریفی. بار دیگر خوش آمدید شما رو میگوییم به استودیوی ما. خب چگونه است حال و احوالتون؟ تشکر زیاد بسیار خوشحال هستم از اون که ما رو به این برنامه دعوت کردن.
میدونید یک فکر به سرم آمد که هنگامی که ما خورد بودیم در ده زندگی میکردیم پدر ما میگرفتند بازی لاتاری در اون وقت هم مشهور بود و ما با همراهی خانواده اهل خانواده میگرفتیم و گازتی که میبرآمد با همراهی اهل خانواده یک تا وای میکردیم میشمردیم که کدام برد کرده است یا نه و عین حال من اون چیزی که گذشت رفت من با ویژگی گفته استادم که ما با تازگی این بازی که امروز ما و شما دوستان عزیز میبینیم این یعنی که بسیار شفاف است درست یعنی که در شاهدی همه ما و شما میرود و ما با همراهی جمشید کوشش میکنیم که امروز اون نفری را که خوشبختی نصیب او است و شخصی که برد میکند ما او را حتما ببینیم و با همین دستای نازنین میخوام با او سلام کنم تبریک کنم. بله من در اکثر بازی ها با میمونان سوال میدیم که خب قابلیت پیشگویی دارند و اونها بعضن وقت خب میگویند که ها بعضن وقت نه و شما چی؟ راستی گپ نه ندارید؟ ندارم. بعد چند باری که کوشش کردم که پیشگویی کنم پیشگویی من متاسفانه درست نبرآمدم به همین خاطر کوشش میکنم که نکنم. خیلی خوب. لکن لازم است بعضا وقت میشود که مثل انسان اون لحظه که بسیار حساس است و در اون لحظه فکر میکند که فکری او درست میآید. سوال میکنم از شما که باری هم مثلا در حیاتتون خرسندی غیر چشم داشت و ناگهانی رو شما احساس کردید؟ بله. این کی بود چگونه بود مختصر؟ روزی که نابیره‌دار شدم. یعنی روزی که اولین بار نابیره نازنین خود را به دست گرفتم و این یک احساسات بسیار نجیبه بود. بله نایاب بود و من فکر میکنم که این لحظه ها رو همه مردها انتظار هستند نه تنها مردها زنها هم برای به همین خاطر من این احساسی که خرسندی است یعنی یک احساسی است که انسان رو با وجد میارد و میخواد که از خرسندی برکی پرواز کنی. خیلی خوب دوستان عزیز باز خاطررسان کردند عزت شریفی که نابیره‌دار هستند بسیار یک نفر خوشبخت و بینید که خب سراینده محبوب سرودهایش بسیار دلنشین است. برای امروز کفایت دوستان عزیز در آخر یک سرود خیلی جذاب زیبای خب عزت شریفی برای شما تا دیدار نوبتی سلامت بمانید. خیر دوستان. بله. خاطراتم از کناری سبزی باغ یادهایم میکند باز آتشی دل را سوراخ یاد شامی پر ستاره زیر سقفی شامیدی رود میگفت عاشقانه صد غزل با نامیدی یاد روزگار شیرین یاد لحظه های دیرین یاد شامی دل ستانی خوش به حالت جوانی یاد روزگار شیرین یاد لحظه های دیرین یاد شامی دل ستانی خوش به حالت جوانی درختی آن خیابان
بود، زندگانی و جوانی در سراغی نازی ما بود. از میانی فیلمی هندی یادت آمد آن ترانه، ما با پایی فیلم بازان می سرودیم عاشقانه. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی خوش به حالت جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یاد شامی دل ستانی خوش به حالت جوان.